در پایتخت اوکراین شهر کیف بعد لطوکوب خبرنگار و دیگراندیش معروف تاتیانا چورنوویل صدها نفر در نزد قرارگاه وزارت کارهای داخلی جمع شدند. شب گذشته افراد ناشناس چورنوویل را مورد حمله قرار دادند. اعتراضگران تحقیق لطوکوب چورنوویل و استعفای وزیر کارهای داخلی اوکراین را طلب کردند. فعالان مخالفین تخمین می‌نمایند که حمله بالای این خبرنگار مجازات به خاطر فعالیت‌های سیاسی و گزارش‌های تحقیقاتی او میباشد. در مسکو اعتراضگران راهپیمایی‌های فردی تشکیل نمودند که هدف آن پشتیبانی از حامی محیط زیست یوگنی ویتیشکا میباشد. اخیراً دادگاه با جرم تخریب مالکیت او را به مدت 3 سال از آزادی محروم کرد. ویتیشکا در یکی از اعتراضهایش در دیوار شعار ضد حکومتی نوشته مجازات شرطی گرفته بود. بعد او را به خاطر سرپیچی از اجرای شرطهای مجازاتش به زندان انداختند. ویتیشکا بر ضد ساختمان و کمک افراختن بناهای مختلف در منطقه سوچی، مکان بازی‌های المپیک زمستان سال 2014 هم بارها صدا بلند کرد. در مکدونیا نشریات تابرناکول نویسنده ترک اورهان پاموک و ادیب روس ویکتور یرافیف را به جایزه بین المللیش سزاوار دانسته است. دو نویسنده یاد شده در وطنهایشان با دیگراندیشی مشهور شده‌اند. در پایتخت افغانستان شهر کابل با تشبث پلاته‌های سودای افغانستان و پاکستان صاحبکاران افغان و پاکستانی رشد تجارت بین دو کشور را بحث کردند. چند هفته پیش با آغاز راهبندی‌ها در پاکستان تجارت میان افغانستان و پاکستان متوقف شده بود. ساکنان پاکستان با تقاضای قطع حمله‌های هوایی پیمان ناتو که توسط هواپیماهای بدون سرنشین عملی می‌شوند، راه اکمالات پیمان ناتو را بسته بودند. والی ولایت خیبر پختونخوا پاکستان در قرارگاهش در شهر پشاور با ترانه و آهنگ‌های عنعنوی پشتو